سلام دوستای خوبم، خوش آمدید به یک ویدیو دیگر. در ویدیو 5 تا فعل مهم را به شما معرفی میکنم که بسیار فعلهای مهم و کاربردی هستند. شما باید این فعلها را یاد داشته باشین تا مکالمات روزمره کار بگیرین. aufstehen aufstehen از خواب بلند شدن. arbeiten کار کردن. lernen خواندن یا آموختن. planen پلان کردن، یک چیز را نوشته کردن، یعنی تقسیم اوقات جور کردن. träumen رویا ساختن، یعنی یک چیز را خیال کردن. جا برای چند تایش یک مثال جور کردم. برای aufstehen از خواب بلند شدن که تقنبار است، یعنی جدا شدنی است که قسمت دومش در جایگاه دوم قرار میگیره، یعنی بعد از فاعل، و قسمت اولش در آخر جمله قرار میگیره. در زبان آلمانی داریم که یک سری فعلا جدا شدنی هستند که همین قانونشان است. قسمت اولش در آخر جمله قرار میگیره و قسمت دومش بعد از فاعل. مثلا ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. ich stehe میمو قسمت دومی فعل است که نظر به فاعل گردان شده، که نظر به ich stehe شده، نه stehen بوده و نظر به ich stehe شده. ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. من هر روز ساعت 7 از خواب میخیزم. Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. من هر روز ساعت 7 از خواب میخیزم. فعل بعدی arbeiten کار کردن. Mein Vater arbeitet in einem Büro. Mein Vater arbeitet in einem Büro. پدر من در دفتر یا در یک دفتر کار میکنه. mein Vater. اگر مادر می بود meine Mutter می شد. پدر است mein Vater. خاطری که آرتیکل دیگر است. lernen آموختن، یاد گرفتن. wir lernen Deutsch in der Sprachschule. wir lernen Deutsch in der Sprachschule. ما در مکتب زبان آلمانی یاد میگیریم. Wir lernen Deutsch in der Sprachschule. ما در مکتب آلمانی یاد میگیریم. و برای 3 تا فعل من مثال جور کردم. و برای 2 تا فعل دیگه که یکیش planen و یکی دیگهش träumen است، شما میتونید در کامنت ها یک مثال بریم بنویسید. تشکر میکنم از همراهیتان. تا ویدیوی بعد، خداحافظتان.